رستم ببر بیان رو به تن کرد، به رخش نشست و پا در راه هفتخان گذاشت. رستم شب و روز به سوی مازندران میتاخت تا اینکه به دشتی پر از گور رسید و مشغول شکار شد. گوری شکار کرد، کباب کرد و خورد. پس از اون افسار رخش رو باز کرد و خودش به خواب رفت. ولی اینجا بیشه نره شیری درنده بود که اکنون با فرارسیدن شب به کنامش برگشته و رخش رو در حال چرا و رستم رو در خواب دید. پس به سوی رخش یورش بود. سوی رخش رخشان برآمد دمان، چو آتش بجوشید رخشان زمان. نبرد سختی میان رخش و شیر ژیان در گرفت. رستم که از خواب بیدار شد دید که رخش شیر رو از پا در آورده و رو به رخش کرد و گفت: اگر کشته می شدی من چگونه باید این گرز و شمشیر رو تا مازندران به دوش می کشیدم؟ اگر تو شدی کشته در چنگ اوی، من این گرز و این مغفر جنگجوی چگونه کشیدی به مازندران کمند کیانی و گرز گران؟ اینجا باید نکته‌ای رو بگم که خیلی‌ها نمیدونن. در زمان فردوسی به مازندران امروزی طبرستان میگفتند و این مازندران که کابوس در اون گرفتار شده جایی میان هند و افغانستان امروزیه. برای تماشای ویدیوی کامل میتونید از بیو پیج به کانال یوتیوب سرزمین مادری برید.